سلام، من پری هستم و اینجا چنل جان کتابه. من اینجام تا برای شما کتاب‌هایی رو بخونم که نویسنده هاشون افرادی هستن که از تمام مسائلی که در این کتاب‌ها صحبت میکنن آگاهی دارن. یا در دانشگاه‌های تحصیلی بودن و یا در زندگی این دانش رو کسب کردن. قبل از اینکه هر کتاب رو شروع کنم درباره نویسندش که چه کسی بوده صحبت میکنیم. استرس را سرکوب کن. دکتر کمفورد ند. ترجمه شده توسط بانو هما احمدی. درباره نویسنده. دکتر کمفورد ند سخنرانی بین المللی است و الهام بخش نوآوری، خلاقیت و موفقیت حرفه‌ای. سخنان و نظرات مهم و بنیادین او شنوندگان را شیفته و مجذوب می‌کند و با هدایت بیشتر و کامل‌تر به سوی زندگی و کار به آنان انگیزه ایجاد دگرگونی‌های ماندگار می‌بخشد. دکتر ند بر اثر سالها تجربه در مطب خصوصی در زمینه‌های پزشکی خانواده و رواندرمانی شامل بیوفیدبک و ریلکسیشن راهکارهای مؤثر برای تقویت نیروی شخصی و حرفه‌ای ارائه داده است. دکتر ند به عنوان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه دالهوزی و عضوی فعال در جامعه پزشکی کانادا، انجمن آمریکایی درمان سردرد و جامعه بین المللی درمان سردرد درکی غنی از فیزیولوژی انسانی را به حیطه فعالیت‌های خویش می‌آورد. دکتر ند برنامه تلویزیونی دگرگونی‌ها را میزبانی و در شبکه CBC برنامه هفتگی اجرا کرده است. پیشگفتار. پیامی از دکتر کمفورد ند. پزشکی هستم که بیشتر از مدت 17 سال به عنوان پزشک خانواده و معالج بیماری‌های برآمده از استرس فعالیت داشتم. حرفم کمک به بیمارانی است که به شدت از استرس رنج میبرند. استرسی که در شکست‌های مالی، ناکامی در روابط انسانی و یا در مشکلات شغلی ریشه دارد. من شاهد بودم که شمار زیادی از مردم بی جهت به بیماری‌های ناشی از استرس دچار آمدند. در بیشتر اوقات استرس به عنوان افسردگی تلقی می شود. گاه عوارض جسمی چون انواع میگرن یا بیماری قلبی از پیش بر بیمار حاکم بودند. از تجربیاتی که با بیماران داشتم آموختم که برای قطع استرس چه چیز چاره‌ساز است و چه چیز چنین نیست. در اینجا برانم که فنون و مهارت‌هایی که کمک خواهد کرد تا بر استرس زندگیت پیروزایی را با تو در میان بگذارم. افزون بر فعالیت پزشکی به ایراد سخنرانی‌هایی درباره استرس در سطح بین‌المللی پرداخته و مردمی از قشرهای گوناگون اجتماع چون مدیران اجرایی، شهرداران و نخست وزیران را مخاطب قرار دادم. هدف من آموزش دادن به همه مردم است تا بر واکنش‌های استرسی غلبه کنند و زندگی را در برابر استرس ایمن نگه دارند.